سلام همه رکستارآرمی عزیز به این ویدیو دیگه در چنل جدید من. امیر رکستار انگیزشی، خیلی خوش آمدید. در این ویدیو قراره تو بهتون بگم که هدف اصلی از تلاش و استمرار چیه و آیا اینکه تلاش واقعی نشونه چی است و استمرار واقعی از کجا میاد. برو بریم ویدیو داشته باشیم. Let's go. واقعی و استمرار زمانی به حقیقت میپیونده که شما واقعا برنامه‌ریزی کرده باشی، یعنی شما برای روز فرداتون از تغذیه‌تون، حالا من خودم چون رشتم بدنسازی، کسایی که منو دنبال میکنن در کانال هستم امیر رکستار، که رشته‌ای که همیشه دنبال کردم میکنم و خواهم کرد و تمرین میکنم بدنسازی، و یکی از چیزایی که اصول از بدنسازی بخوام بهتون بگم برنامه‌ریزیه. یعنی شما باید برنامه‌ریزی داشته باشین برای پلن‌های مختلفی که بخوام انجام بدید در تلاش واقعی. یعنی من میخوام تلاش واقعی رو به چند ابعاد تبدیل کنم. اینکه اولین ابعادش میشه مثلا استمرار، اینکه شما هر روز تلاشتون رو بیشتر کنید، هر روز انگیزه اصلیتون خودتون باشین و برین جلو، هر روز انگیزه تو این باشه که موفق بیشتر به دست بیارید. تلاش واقعی یعنی در هنگامی که حوصله ندارین و زمانی که اصلا من واقعا میتونم بگم تو بدنسازی این عین واقعیت میتونیم بریم و ببینیم که زمانی که حوصله نداشته باشین و اعصابتون خوب باشه یا به هر دلیلی حوصله تمرین نداشته باشین، ولی اگه تمرینتون رو بری حالتون بهتر میشه. و این اصول تلاش واقعی، یعنی زمانی که شما حوصله هیچ کاری ندارین کار اصلیتون رو انجام بدین. چیزی که یوتیوب به من یاد داد در این مدتی که حدود نزدیک 2-3 سال دارم فعالیت میکنم این بوده که تلاش مستمر حتما براتون چیز ارمغان بزرگی میاره. اینکه شما این علاوه بر یوتیوب در زندگیم، در ازم به حضورتون در بدنسازیم بوده که تلاش زیاد باعث میشه شما به موفقیت 100% برسید و خدا رو شاکرم که میتونم اینا رو بهتون بگم که واقعا بهش رسیدم و میتونم بهتون بگم این اصول زندگی بر پایه تلاش واقعی. پس تلاش واقعی یعنی در همه ابعاد، در همه حال، در همه صورت که میشه اون کار رو انجام بدین و بتونین به موفقیت برسین با پشتکار قوی و ایمان به خدا. امیدوارم این ویدیویی بود در چنل اصلی جدیدمون امیر رکستار انگیزش. امیدوارم که دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدش بریم.